بر مردم موازه تو بود که طالبان آدم غارت میکنه، آدم به سلام میزنه، آدم به راکت میزنه. مگه ما چیز به چشم خود دیدیم که وستانه نبود. حالا که طالبان که آمده یا امارت اسلامی که بر شعار پیروزی را گرفت، میبینیم که مردم روش نیک برخورد نیک میکنه و در پلویز شب روز اگر ما منزل میزنیم یعنی در دل ما تو خرخشه نیست که بوله طالب ما را لش میکنه یا طالب ما را میکشه یا طور نه. شب روز اگر ما باور به خدا که یک بجلوته که ما همیال در پیش خود بگیریم از یک شنگ افغانستان در دیگه شنگ افغانستان بریم که سایه امارت اسلامی است، باور کو که اگر ما را بگه که از جا بخی اونجا بشی. این ضرور است که یک پرسان کنن نظامش سربازش که بیا در کجا میری. پرسان اگر در زمانی که باشه مسلح باشه پرسان باید کنه که بیا در کجا میری که آدم بفهمه که دوست از دشمن است به تو شکل. مگه ما از امارت اسلامی خود خوش هستیم که تا فعلا هیچ کدام صدمه ما ندیدیم در راه رو.